مرحبا ای خسروی فرخنده سامان، مرحبا شهریاری نیک نامی تاجیکستان، مرحبا. از قدم های شما این سرزمین گل کرده است، مرحبا بر وارخی گل شکوفان، مرحبا. قدم های مبارک و فیضبار شما را به این گوشه خوشمنظری تاجیکستان عزیز، سرزمینی قدیمه تاریخی تاجیکان، دیهه واروخ خجسته میگویم. من محمود جان نیازی، دیرکتوری قصر فرهنگی دیهه واروخ هستم. ما مردم مهنت دوست واروخ افتخارمند هستیم که در این سالی برای مردم تاجیکستان تاریخی، یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، با ما ملاقات می نمایید و این ملاقات هم برایمان تاریخی است، زیرا این 30 سال نه تنها 30 سال جد و جهد مردم تاجیک برای پیشرفت و زندگی خوب، بلکه 30 سالی تلاش های شما برای پایدار نمودن صلح و وحدت در این کشور و معرفی کردن تاجیکستان در عالم و به عباره دیگر 30 سالی قهرمانی های شما می باشد. 30 سالگی قهرمانی مبارکتان باد پیشوای معظم ملت. سلامت باشید، سلامت باشید. جان تشکر. سلامت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. شما هم قصر فرهنگ نو قطعی تبریک مبارک باشد. سلامت باشید. خیلی که با دوام ایتی نصف کار کن. تمام شرایط های درجه عالی مهیا شده است. البته. فقط خدمت کردن در کار صادقانه. البته. سلامت باشید. محترم جناب عالی، محض با توجه و دستگیری شما دیهه واروخ در ردیف دیگر شهر و دیهاتی کشورمان در دوران صاحب استقلالی آباد و زیبا گردید. با بنیاد انشاءات گوناگون دهها جای کاری فراهم گردیده زندگی مردم بهتر شد. در برابر توجه به ساحه های دیگر برای پیشرفت ساحه فرهنگ نیز اعتبار خاص ظاهر می گردد. مثال روشن بنیاد قصر فرهنگ دیهه واروخ می باشد. چنانه که شما محترم پیشوای معظم ملت در سخنرانیتان تاکید کردید، واروخ تاریخی 3000 ساله داشته در مأخذها و آثار مورخان از جمله در اوستا، حدود العالم و بابورنامه ذکر یافته است که میراث از آریا و پاره از قلمرو تاریخی تاجیکستان است. همزمان در حدود گوری موغ دیهه واروخ یادگاری تاریخی بازیافت گردیده است که آن به عصر یکم میلادی منسوب بوده. امروز در آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ولایت سوخت نگاه داشته می شود. مردم واروخ اصلاً مهنت زاده، علمجو و فرهنگی هستند. آنها نه تنها در داخل کشور برای پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان سهم مناسب می‌گذارند، همچنین در خارج پرچم بردار تاجیکستان هستند. آنها در آزمون‌های بین المللی و مسابقه‌های ورزشی معرفی‌گر تاجیکستان بودند. همچنین در علم جهانی موقعی خاصه دارند.
باعث سرفرازی است که آنها دستپروری مکتبی علم و خرد و معرفت پروری شما هستند. از این رو من با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن عزیز به شما برای فراهم آوردن چنین شرایط مناسب برای زندگی شایسته مردم از نام مردم دهات واروق عرض سپاس می نمایم. یک جا تشکر. خب بیا مسئله را یگان مسئله هستند. چی مسئله چی پرابلم دارد واروق؟ یگان خیل مشکلات نیست. نه یگان خیل نیست است. نه البته همه این مشکلات هست. با تشبوس شما با توجه شما دستگیری وای کردیم در 10 سال 5 سال یک برابر دولت بیا ما با کی پینات میکنیم برای چی؟ زیانی خیلی مردم میشه زیانی خودتون میشه. بله گوش کن کسالخانه داره که داریم. رئیس جماعت کنی معلومه اینجا بیا رحمت شما قصر فرهنگ نازوای کنید گوش کن یکی چه مردمی بارو گفتی مردمی مهنت سازن مهنت زاده هستند. گوش کن مهنت زاده نه زحمت کشیدن دیگه. سلامت باشید. زحمت کشیدن قصر فرهنگ کار کرد شاگردا تیار کرد الان جای یادگاری های تاریخی دیگر جای باید کردن این وظیفه شما وزارت فرهنگ قطعی شما ولایت شهر ایمی نگاه داشته آمده کار ببینید چقدر ما جای تاریخی کوهن از نو برقرار کرده ایستادیم شما هم که در حدود ولایت کردیم قلعه موق در شهر است طرف شهر خودی شهر خودشان بله این وظیفه ما بعد مرور زمان هم خیلی رود خاک توده میشه نیست میشه چی بعد در ورق میمونه در اصل یگان دلیل نداره سرازم ببین سرازم برای چی ما کردیم سرازم من سال ندادم سرازم 5,500 سال دادن اینا یونسکو عالمای بین المللی آمده تحقیقات گذرانده ما دعوت کردیم آموزه از امریکا چین روسیه از دیگر کشورهای اروپایی آموختن در یک جایی برده در یونسکو ما را ویباندن همه جمع شده یک ویبر یک از تا قریب 6,500 سال بعدش 5,500 دیگر آمدن در 5,500 سال که همین شهری با سال 5,500 سال تاریخ دارد. تاریخی سر از تاریخی که است؟ تاریخ ملت تاجیک تاریخ ما شما این دلیل قدیمه بودن یک بار دیگر اثبات قدیمه بودن یعنی باستانی بودن ملت تاجیک نشان میده. ایجاد کنیم بنیاد کنیم احیا کنیم امین نگاه داریم به نسل‌های آینده میراث گذاریم. اگر به شرط صاحبی نکنی همه خاکستر زمین میشه نه میجخند میره خطر جهانی شوی هم همی است نه زبان میمونه نه فرهنگ میمونه نه رسم و آیین میمونه یگان چیه بسیار مهم الان پروسس هوای کردن مهم. من این روز دیدم در قصر فرهنگ سر لباس های ملی البته باید یک چیز را ما فراموش نکنیم که مردم از خرافات دست کشند خرافات بدبختی میارد نه دیده استیم کشورهای همسامون دور نمیریم 45 سال پالو مونده علم معرف سطح بلندی معرفتناکی ملت دولت را آباد میکند دولت را در جامعه متمدن وارد میکند در عرصه بین المللی حالی خودت اشاره کردی ورزشکاران دیگر میدانم بخشیارهای بسیار نامی دارد من افتخار میکنم امروز تماشا کردم آفرین بخشیار از شهر اسفره در وای جای اول گرفتن جای وای گرفت پایست ایسی بیاد خداش مایده کسته ها ناز آفرین
من زدم تو رنگی تو بسیار بسیار ناز حسن آفرین یک کس چقدر عرصه بین المللی ده آبروی ملت دولت چقدر بلند میکند یا منیژه را بینید همه را سرگردان کرده است یوروی دینی همه را سرگردان کرده است بسیاری ها یک دختره که تاجیک دیده نمیتونه آفرین حسن دستری کنده کن باشه احسن برای اون که در تمام حالات از تاجیکیت خودش دست نمیگیره من تاجیکم در تاجیکستان تولد شدم در تاجیکستان تربیت یافتم امروز شهروندی روسیه هستم چی حقیقت چه گفته است آفرین یک نفر میتواند وای کند لیکن یک سخن ناجا دولت را یک خانه را میتواند با آتش سوزاند سلامت باشی سلامت باشید. رئیس جماعت معلومات پیش میکروفون بیا چی کم بودی از در دیهات محترم جناب راست بگو چی کم بودی است چی مونده است دیگر در حقیقت در شر نکن نه، شر- نترس از رئیس ولایت شر نترس من قطعی گپ زنم محترم پیشوای ملت قدم های مبارک شما را به جماعت دهاتی وارخ شهر اسفره از نام خودم و از نام کل شهروندان جماعت دهاتی وارخ خوش آمدید میگویم و با دستور و سپارش های بی‌واسطه شما امروز در آن پرابلم هایی که در جماعت دهاتی وارخ جای داشتند دوره به دوره حل خود را یافته ایستادند در اساس بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی وارخ زیاده از نقش چهاربینی ها ترتیب داده شده زیاده از ساختمان تعمیر از نوسازی و منفرش کنی راه ها و زیاده از 48 انشاءات به نقشه گرفته شده بود و امروز زیاده از 43 تای آن الکی اجرا شدند و چخله که محترم پیشوای ملت چخله که خودی شما قید کردید تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیواسطه با دستگیری شما با دستگیری رئیس محترمی ولایت سوت و رئیس شهر اسفره پرابلم های جای داشته حلی خود را می‌یابند چیه ایمو پرابلم های جای داشته را نامبر که؟ بگو گپ زن چی است؟ چی است؟ ابی چی نمیرسه؟ من اخداد رئیس تو میدانی همه چی را؟ هرچند که جماعت دهاتی وارخ یکی از جماعت های دوردست باشد هم در جماعت دهاتی وارخ تمامی من با دستور سپارش های شما تمامی انفراساختاری اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند از کسالخانه چند تا داره؟ یک بیمارخانه داریم از چند کت؟ 70 کت هم شعبه جراحی طبیبا هست میرسن؟ خیر. طبیبا میرسن محترم جناب عالی که سر دکتر شهر است؟ چند نفر جماعت دانه میرسه؟ 3 نفر؟ انتخاب کنید من وزیر خط اون کنندگان رئیس جماعت شما البته رئیس شهر من این روز چند نفر 10 نفر که علیم زاده 15 نفر امروز دخترها و پسرانی که در ما را پیشواز گرفتن من اونا را علاقه همراه میبرم همراه به معنای که در دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت از نام کوتای ایلاوگی پرزیدنت داخل میشوند سلامت باشه تشکر زیاد بسیارش طبیب است چند نفر و نوشته گرفتن یک قسمش سیفینه دیگرش 11 است تشکر زیاد خامه 43,000 اهالی دارد یک کسالخانه بسنده است تولدخانه چند تا داره تولد خانه داریم
چند تا؟ یکتا یک تا داریم. تو 700 تا تولد شده این سود است در یک سال شکر قوتتون بده زردو ما حاضر گفتم که دو برابر اهالی زیاد شد دونی برابر شهر اصفهان 118,000 بود حاضر 280,000 زیاد شده ایستادیم. ببینید بعضا دیوهای است که ماشین تعجیلی دارن ماشین یاری تعجیلی دارن سر دکتر کی است طرز معاینه کنید رئیس ولایت همین شهروند کدام وای مریضی وای میشد با شهر اصفهان که خدمت رسانید با شهر اصفهان نرود همیشه شک کارش بود کند از لحاظ اقتصادی وای است ماشین یاری تعجیلی تی کجا میشود شب روز است در کار میشود مکتب ها چی نمیرسد زبانهای روسی انگلیسی میرسند از فنهای دقیق میرسند اینفرماتیکا خوب ناست اینا 15 نفری که من گرفتم این علاوگی اینا کش نمیکنید با 5 نفر دیگه علاوه کنید میشه 20 نفر همین سال همون اختصاصایی که شما دا نمیرسد همون کسبایی که شما دا نمیرسد همون را تیار کردم اوندا هم خیلی چند کیلومتر راه داری معلومه عموما در مجموع داخلی جماعت چند کیلومتر راه است عموما در مجموع زیاده از 60 کیلومتر راههای داخلی بین جماعت هست. من سپارش میتیم دیرکسیا میآید معلومه خودت رئیسه خودت کدام کوچه‌ای که بیشتر نیاز دارد به تعمیر طلب خب یک 20 کیلومترش من به عهده میگیرم حساب فاندیزون تشکر زیاد. در یک دیهای دوردست قسمتی که از مرکزی شهر از مرکز دیهات دورتر است یک تا تولدخانه برای 15 کات من دیرکسر روان میکنم سایولی زاده را خودتون انتخاب کنید جاشه معین کنید لایحه میکنن امسال کار سر میکنن سال دیگه به انجام میرسونن تشکر زیاد. خوبه؟ تشکر زیاد جناب عالی. تشکر زیاد. با چی؟ آب این دیه آوردیم با کدام دیه آب نداریم ببین کدام دیه هایی که آب ندارد ای بس آب با تک بینوان میگذرد آب در کوزه ما تشنه لبان میگردیم همون شده است تاجیکستان دا یا اینجا نه دیگر جا هم همین خیلی است شهرنامه ما با تمام راه واسطه چون که اکثریت کسری ها از چی میشود از آبی پسیفت از افلاسی وقتی آب نباشد افلاسی زیاد میشد همین کسری های اینفکسیونی کووید و دیگرش هم یک سببش افلاسی است همین ببینیتون کجایی که باشد پیشنهاد کنید ضرورتون راست صاحب نباشد ما یاردم میکنیم مالا ولایت است یاردم میکنیم مردم آبی مصفا گیرن آبی تازه آشامیدنی کسلی کم میشد اونا طبیعا ناز میدونن اما ما شما ناز میدونیم من گفتم که اصفهان شهری بسیار هم باستانی است هم با صاحب معرفت است متقیساش در تمام گفتی وای جهان نام برآوردن صنعتچیانی بزرگ دارن جمهوری از همه متقیسای صنعتچیان بیشتر از شهر اصفهان چون که بیشتر است فنهای ریاضی را درجه بلند وای میکنن ببینید شورناکیشان از لحاظ فنهای دقیق پیشرفته است یک مکتبی وای معلم وفات کردن من خواستم دوشنبه دعوت کردم نرفت فیزیک بود ماتماتیک بله خیمیا بله 100% دانش بچه هاش همشه هر سال داخل نشده 100% آفرین شما وظیفه من تربیه کردن است که اخلاق آداب هم خیلی خیر صدقه ما نبستیم خیر صدقه از روی انامو گفته با مقصد 10 تا گاو کشیم دروازه رو میمونیم بیا کی قبول هستمون هم بابای دوملا همین خیلی میکنن صدقه و خیرات همین خیلی است نه هر یک فردی مؤمن و مسلمان
کاری ثواب میکند، خیر میکند، صدقه میکند، در زندگیش کنند. در زندگی با دست خودش از زحمت حلال اون که زیادت واسه میکند. همینطور است؟ همینطور. شریعت همین رو میگه. اما چیکار میکنیم؟ بعد وفات بعد میرویم فریاد میکنیم 6 سال رنگی دیر راجع بعد میکشیم و دعا کن. اول شکم سیر کن بعد دعا کن. میخوای نیست؟ آیاتی کلام ربانی را 5 وقت نماز میخونی، 5 وقت یک آیت خود در حق پدر و مادرت باش. انا اون ثواب میره یا نه؟ همینطور است؟ درست. اون مردم فهمونید. دیگر که مردم من حاضر وقتی کشت و کار شده است، گرمی آمده است، پای کنیم یک دیگر را دستگیری کنیم، کمک رسانیم، های باریکلا کنیم، نخندیم، مذاق نکنیم. میتوانیم کمک کردن مونده کار. اگر نمیتوانیم کوشش کنیم که با این یا آن همسایه که شخصهای دیگر زیان نرسه. من همین هدفی آمادگی منم همین. دایر به همسایه ها، دایر به گفتگو. هست دولت، هست حکومت. بعضا رسانه ها در چی وای میکنن باور نکنیم ما دولت است، حکومت است، کار کرده ایستاده از اون جانبم کاری سهل و آسان نیست. بله متخصص ها در کار در اینجا، دلیل ها در کار، با احساسات هیچی وای نمیشه. هیچ حل میکنیم، کار میکنیم، تنها برای گفت و شنید، تنها برای آسایش ده. یک مقاله خوبی تاجیکی همه هست، همه میدونه شما، نه از همه میدونه. تا خیش دور میاد همسایه نزدیک وای میکنه، یک گمر خیش دبار رو دیگر شدین چیکار وای میکنی؟ ما یک بار دیدیم همین تیری لعنتی چش داره کی زیان میبیند؟ پیش از همه کودکا، آدمان بیگناه، آدمان بیگناه با این راه حل نمیشد. چقدر با صبر و تحمل باشید. حکومت دولت کار کرده ایستاده است، با صبر و تحمل باشید. ما برای آسایش حل فصل میکنیم. رو افتادن نشویتان، با احساسات هم دادن نشویتان. همسایگی نیک داشته باشین، کار و زندگی و فعالیت کنین، ترس و هراس نداشته باشین. حکومت ها هست، دولت ها هست، کار و فعالیت. کمیسیون های دائم و عمل کننده است، در همین مرز کار و فعالیت کرده ایستادن دائمی. سلامت باشید. رحمت جناب بولمس. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، یگان درخواست دیگر است. ما آمدیم نقشه چهاربینی میکنیم. حاضر آن چیز سپارشی که من دادم تحت نظارت ما است. رئیس ولایت، جماعت چارکوه، وارروخ، شوخ، شهرک شوراب و من شهر اسفره در مد من حاضر دیروز امروز سپارش دادم. با من نظارت دائمی میکنم. حتی هوا برف شدگی را 10 بار زنگ میزنم. رئیس چی گپ شد؟ اسفره در برف بارید یا نه؟ رئیس حرارت چند است؟ هوا برف در اسفره نبارید. خاکی نیک بگه با خرسند میشم، شب خواب میبره. نباشه نه. من میدانم که ریسک روزی اکثریت مردم زردالو است، میوه است، همین است. اینا اگر با 100 میلیون درآمد میگیرید. خب چی گفتنی است مرحمت؟ در سری ما شکر چون خورشید تابان پیشوا، افتخار و شهرت و ناموس سامان پیشوا. در سری ملت بود تا سایه مهر شما، غمزدای پیر و غمخوار جوانان پیشوا. السلام علیکم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
جناب عالی امام علی رحمان. من بیژن رسولزاده دانشجوی سال 4 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا هستم. نظری نیک، توجه خاصه، لطف و مهربانی و تشبث نجیب شما بود که ما 12 نفر جوانان شهر و دیهات اسفره محض با هدایت و سپارش شما جناب عالی و سرپرستی آسایشگاه زمرد در دانشگاه طبی تحصیل نموده ایستاده ایم. ما جوانان دوران صاحب استقلال شکرانه از آن میکنیم که شما جناب عالی در سر ملت و دولت و ما جوانان هستید. جواباً به غمخواری های پدرانه شما ما سعی و کوشش خیش را به دانش آموزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آموختن زبانهای خارجی، آبادی سرزمین اجدادی، حمایه وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری و سازندگی روانه می سازیم. محترم پیشوای معظم ملت، ما جوانان همچون متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر و داننده و استفاده برنده تکنولوژی نو به وطن عزیز و خلق شرفمند ما خدمت می نماییم. برای ما جوانان و شهروندان مملکت شما پیشوای معظم ملت همچون ایدئال سیاسی هستید. مکتب دولتداری شما را سرمشق کار و فعالیت روزمره قرار می دهیم. ما جوانان دوران استقلال همیشه پیرو سیاست سازنده شما هستیم، بودیم و باقی خواهیم ماند. بار دیگر قدوم مبارک شما را جناب عالی به وارخ سبز و تر، وطن میوه های شهدبار، مکان مردان هنرمند و قهرمانان عرصه مهنت که این دم دیده ها را با انوار جمال خود روشن نموده، با شکوفه های نهال صحبت و التفات خود گلشن گردانیدید، خوش آمدید میگویم. برای توجهتان سپاسگزارم. ناز خون موفقه، ناز سلامت باشه، موفقه. توجهتان سپاسگزارم. السلام علیکم پیشوای معظم ملت. من تمجید ارگشبای و عضو شورای زنان دیهاتی واروخ می باشم. قدم مبارکی شما را به این دیاری زیبا منظر از نام زنان و مادران شهر اسفره از جمله دیهاتی واروخ خوش آمدید، نوری دیده تاج سر می گویم. رحمت. زنان و بانوان تاجیکستان صاحب استقلال از آن افتخارمند هستند که در سیاست دوربینانه و آینده ساز شما به مقام و جایگاه زنان و دختران توجه خاص ظاهر کرده می شود. از جمله در شهر و دیهات اسفره با دستگیری و غمخواری پیوسته شما انشاءات گوناگون استحصالی بنیاد گردیده و فعالیت پرثمر زنان و بانوان، تأسیس جایهای کاری برای زنان خانشین و رشد هنرهای قدیمه ملی مساعدت نمودند. به شرافت قدم مبارک شما امروز در دیهه واروخ مرکز خدمت رسانی نوروز، سیخ قنادی، کارگاه دوزندگی با 30 جای کاری برای زنان و دختران خانشین و تالار عقد نکاح مورد استفاده قرار گرفتند. محض در نتیجه سیاست دوراندیشانه و خردمندانه شما ساحه های اجتماعی در اسفره خیلی رشد کرد. امروز در محله سنگتوده بینای تعلیمی زمانوی برای 1000 خواننده مورد استفاده قرار گرفت. گفتن جایز است که طالب علمان این موضع سالیان زیاد مسافه از 2 تا 10 کیلومتر را پیاده طی نموده برای تحصیل و دیگر مکتب‌های دیهه می رفتند. برای چنین غمخواری‌های پدرانه از نام کل ساکنان شهر اسفره به شما صدقاً عرض سپاس می نماییم. محترم پیشوای معظم ملت، ثمره چنین غمخواری‌ها و توجه شما بود که
امروز تنها از حساب ختم کردگان مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی دهات واروخ 230 نفر دختران در دانشگاه ها و کالج های جمهوری و بیرون از آن سربلندانه تحصیل نموده ایستادند. ما مادران دهاتی واروخ طبق دستور و سپارش های شما جناب عالی در عملی شوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند کوشش به خرج داده جهت تعلیم و تربیه فرزندان خودشناس و خودآگاه و تندرست و دلیر و شجاع پیوسته تلاش می‌ورزیم. ما زنان و بانوان شهر و دهات اسفره جانبدار سیاست پیشگرفته شما پیشوای معظم ملت هستیم و در رشد و شکوفایی آینده درخشان کشور عزیزمان برابر مردان سهم ارزنده خیش را می‌گذاریم. و بخت مردمی سعادتمند کشور همیشه صحت و سلامت باشید. پیشوا چون فصل گلها تازه رنگ خوش آمدید، بر مکانی پاکی سیفی اسفرنگ خوش آمدید. خاک پاتان توتیا در دیده اهل نظر، پاسداری ملت و ناموس و ننگ خوش آمدید. در جواب تشکر. شما اعضای شورا چیکار هستین؟ اختصاصتون چی است؟ من آموزگار صنف‌های ابتدایی. این مکتبی نو وای میکردین نه؟ نه، ما مکتبی تحصیلات میانه عمومی نامری 53 در مرکز واروخ. در اصل بسیار 2 کیلومتر 10 کیلومتر سالای بود ما 3 کیلومتر میرفتیم مکتب، لیکن به این درجه تا 10 کیلومتر در از رفته آمده این کودک کارش میشه دیگه. رو درسی چی صفت اگر 10 تا اکادمیک معلومات وای کند معینه قبیده نمیتونه. حاضر در پیش خانه لیکن صفتی تعلیم و تربیه را خوبتر و بهتر کننده کن. بچه ها ذوقشون بسیار بلند. من 2 سیسی در آمده بسیار ذوقشون بسیار خواندن بلند. چندین نفرشون در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده ایستادن از دیهات. بسیار فنهای دقیق در ذوقشون بلند. همه خیلی باید باشه. از ما آموزگاران بسیار چی وابستگی کلان دارد. البته جناب عالی. آموزگاران هم سطحی صفتی کسبیتشون باید باز آموزی کنن، با زمانه مطابق باشن، شرایطی امروزه قطعی باید باشه. بانوا ما قوت هم داده ایستادیم دیگر سیاستی رهبری دولت میدونه. را 4 سالی پنجم است بفکرم رئیس جماعت. من مردمی جماعت واروخ یک جان میلاداری میکنم که من یک بانو بگم که و شما رهبر انتخاب کردین مردانوار گفته جوان مردانه خدمت کرده صادقانه. بعضا کار فهمم میدونم معلومه بعضا از یک خیل جوان مردایی که در دیگر شهر نویو میکنن کاراش خوبتر و بهتر است. این باعث افتخار است. بله حسن ما هم دستگیری میکنیم، یاردم میکنیم. ما شبانه روز در فکر شما هستیم. شبانه روز موفقیت شما با. سلامت باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز اگر دیگر سوالا نداشته باشین سال تاریخی است این سال، سال 30 سالگی دولت جوان تاجیکستان صاحب کارا را دعوت کنید. اونایی که زاده جماعت واروخ هستن از بیرون رئیس شهر، رئیس ولایت در همین جای دعوت کنید، با اونا شین صحبت کنید. خب زادگاهشان در دهه‌ای که تولد شدند پدر و مادر یا خویش اقرباشان است. ببینید که یگان چه کارگاه اکنون حاضر هم کارهای بین دیها را ببینید که تعمیر و ترمیم پر شد. بعد کارخانه‌های خردی استحصالی گیگانتمان یا هیچ کس وای قوتش نمیرسد. 20 تا جای کاری، 30 تا جای کاری، 40 تا 50 تا جای کاری. اونا که مثلا بانوان جوانان صاحب کار کرده مونده کن، جای کاری کرده مونده کن. انشالله
соли аз лиҳози вай бад нест. соли бақар мегӯям, бояд соли наз биёяд, лекин баъзан нишонош на он қадар хуб аст. ҳозирам дар мо захираҳои барф кам аст, дарёҳо кам об аст нисбат ба соли гузашта. ҳатто ба ин нигоҳ накарда ҳамон даъвати ман ба шуморо кардам, роҳи хуби зиндагӣ камтар имсол нисбат ба соли гузашта камтар ҳамин сарфакориро хубтар ҷорӣ карда мода кунем. сарфакор бошем, пеши роҳи исрифкориро гирем, аз ҳоло фикр зикри тирамоҳу зимистона кунем. аз ҳоло кор кунем сарҷамона, заҳмат кашем. мо шуморо гурусна намемонем. давлат кор мекунад, ҳукумат аст, мо кор мекунем, заҳмат мекашем ва бикунем. лекин шумо дар паҳлӯи мо якҷоягӣ бояд заҳмат кашида имсоли таърихиро дар як рӯҳияи идона ҷашн гирифтан мода кор. идона чӣ мешавад? вақте ки дастархони мардумда нон аст, тамоми нӯши неъмате ки дар тоҷикистон парвариш меёбад арзонӣ бошад, пур бошад, чеҳраи мардум хандон бошад, рухсорошон сурх, ана мешавад баъд ҷашни 30 солагии истиқлолият. бори дигар шуморо табрик мегӯям, якҷаҳон барои пешвозгирии самимиятон. хоб ман доимо такрор ба такрор мегӯям ки ин қадар солҳои тӯлонӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат ҷонибдорӣ мекунед. ман якҷаҳон ба шумо самимӣ миннатдории худро баён мекунам.